سلام، وقت بخیر. به سرویس خبری این ساعت با من شکیلا صافی خوش آمدید. به قتل رسیدن دکتر عبدالغفار همدرد در مقابل معاینه‌خانه شخصیش از سوی افراد ناشناس. دکتر عبدالغفار همدرد شب گذشته چهارشنبه 6 جدی در مقابل معاینه‌خانه شخصیش در ساحه کارتینو شهر کابل از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل در شبکه اکس با تایید این خبر گفته است پلیس به موقع به محل رسیده و یک شخص به اساس ادعای فامیل مقتول بازداشت شده است و بررسی ها در این مورد جریان دارد. شاهراه سالنگ بر روی تردد وسایط باربری و مسافربری باز شد. شاهراه سالنگ بر روی تردد وسایط باربری و مسافربری کلان امروز پنجشنبه باز شده است. بیش از این شاهراه پس از بازسازی تونل سالنگ تنها بر روی تردد موتورهای تیز رفتار باز شده بود. وزارت فواید عامه روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته بود که شاهراه سالنگ روز پنجشنبه 7 جدی بر روی موتورهای باربری و مسافربری کلان باز می شود. این وزارت از رانندگان خواسته است تا از انتقال وزن اضافی خودداری کنند. زمین لرزه به قدرت 4.3 ریشتری هرات را تکان داد. مرکز لرزه‌نگار آمریکا از وقوع یک زلزله به قدرت 4.3 ریشتری در هرات خبر داده است. این زمین لرزه ساعت 12:28 شب گذشته در ولسوالی زنده‌جان ولایت هرات رخ داده است. خسارات احتمالی بر جا مانده از این رویداد تاکنون مشخص نیست. گفتنی است که ولسوالی زنده‌جان از جمله ولسوالی های هرات است که در زمین لرزه پیشین بیشترین خسارت را متقبل شده بود. امارت اسلامی میگوید تاکنون 800,000 مهاجر افغان از کشورهای همسایه اخراج شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای امارت اسلامی به تازگی تعداد مهاجران اخراج شده از کشورهای همسایه را 800,000 نفر اعلام کرد. این مقام امارت اسلامی روز چهارشنبه 6 جدی به مناسبت 44مین سال روز تهاجم شوروی سابق به افغانستان مدعی شد که دولت آنان این جابجایی گسترده را مدیریت کرده است. طبق ادعای او امارت اسلامی توانسته است اخراج مهاجران را مدیریت کند و برای آنان امکانات لازم را فراهم کنند. این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری بعدی، الله حافظ و نگهدار.